خیلی سرحالم. اومدم استارباکس صبحونه بخرم برای مارک. دختره داره زیاد سوال پیش میکنه دیگه، داره تو روانمون میره. سر صبح دیگه داره خطای رادیو رو داره قاطی باطی میکنه با هم. مرسی آبجی جونم. این که کسکش خالی گرفتی داری دستمون کنی. مرسی آبجی من. مرسی همه کسم آبجی. آبجی ما خدا رو شکر نه خواهر نه ما خواهی چی نه آبجی نه آجی. این آبجی منه. آقا یه خواهشی من از دوستان دارم. ما علاقه ما به هم خیلی شدید شده، یعنی ما مثل شیرین و فرهادیم. یه روز شما کوره به خاطر من میکنی، یه روز من کوره به خاطر شما میکنم. زیر پیج شاهزاده من کامنت میذارم دیگه جان خار مادرتون نن میسین پسر شاه نوی رضاخان. یارو میبینه این میگه او اینا دیگه کیان. یارو میبینه اصلا دیگه ایران بیخیال میشه والا. میگه او این مردم چی میگن، این پسر کیه زدم پسر. بعد به من بیشتر از خود طرف که واقعا پسر شاهد به من نگین، همون یه لایک هم کردین. بعد که میدونی که نزدیک 1000 تا لایک خورده کامنته، 100% خودش میبینه دیگه. بعد میاد کامنت ها رو میگه، دخترش میگه بابا این پسر کیه زده پسر شاه. بعد شاهزاده میگه من نمیدونم این کارتون خواب کی اومده رخنه کرده به ما رخنه. مثلا رو میز صبحانه نشستن، بعد مثلا دختر کوچیکه شاهزاده برمیگرده بابا چیه این پسر است، پسر دهاتی است، این کیه اونجا پایین عکس زده بزرگزاده 2000 تا کامنت و نمیدونم 3000 تا لایک و بابا این فامیل ما باشه. بعد میگه ببینم دخترم، خب اونم سر شلوغه دیگه، میگه دخترم ببینم گوشی رو. بعد مثلا داره گوشی رو میده اونور، مثلا قوری موری اینا وسط، مواظب باش گوشی رو میگیره. این کیه، این کارتون خواب کیه بشه میگن نوه رضاخان پسر شاه. بس بعد یهو مثلا شعبانه اون گوشه نشسته میگه مردم ایران همینن دیگه، نگاه کن اون موقع خمینی رو آوردن، الان هم یه پسر جلوی صورتش شده یه پسر شاه دیگه رو دارن میارن. آقا جان قدیر اون زیر کامنت میذارین نمیسین پسر شاه، همون لایک بکنین. بده خدایی با آبروریزی حضرت عباسی خیلی بده. بعد همیشه چند تا میدونه که چند تا دستمال به دستم همیشه بابا تو دوروبر یه خام بری 50 تا خایمال هست. اینا که خودشون رویال فامیلی خانزاده واقعی هن، شاهزادن. یه مینیبوس فقط دستمال زن اون دور است. بعد سری مثلا یه محافظ اینجوری دم در وایساده، اینا دارن صبحونه میخورن، محافظ بیرون دارن، سری سرش خم میکنه با این گوشی‌ها. شاهزاده نه این پسر دهاتیه بابا، این معلوم نیست مال چالوس نوشهر کجاست، کونکش اومده میگه من پسر شاهم. بعد میگه اوه این پس رخنه کرد الان. نه بعد الان من با ایمیل بازی رو شروع بکنم. آقا به والله من نگفتم، مردم خودشون گفتم. بعد آقا شوخی دارم میکنم من که اصلا تو همین هیری ویریا بودم، یهو دستم خورد به شوفاژ از خواب پریدم، دیدم من اصلا خواب بودم، اصلا رفتم برگردم شوفاژ داغ بود، دستم خورد پریدم.